سلام به پلنگ پسندا. بله دیگه لو رفتین، دیگه من فهمیدم شما چی دوست دارین. پلنگ میپسندین. پس بین این همه ویدیو، حالا یه جوری میگم انگار چند ویدیو گذاشتم، ولی بین این 7-8 تا ویدیویی که من گذاشتم شما فقط پلنگه رو پسندیدین؟ نه مردا، واقعا که این حق من نبود. این همه تلاش، زحمت. خب دیگه کافیه. بدون معطلی بریم شروع کنیم ببینیم این نفر رو چی براتون آوردم. آیا مورد پسند واقع میشه؟ این تیکه بود. خب از حالا دیگه من مردم. شما به اون چیزی که من فکر میکنم فکر میکنید، یا به اون چیزی که من نگاه میکنم نگاه میکنه. 100% از شما که دیگه توقعی بیشتر از این نمیشه داشت. پلنگ پسندا. وقتی به جای پودر بچه بهش بیکینگ پودر میزنید این میشه دیگه در آینده طرف فیض میبره. چرت و پرت هم میگم ها. اول صحبیه دیگه. بریم ویدیوی بعدی. اصلی داری که پیگیرت بشه؟ آره خیلی زیاد تا دلت بخواد. خب به یکیشون زنگ بزن بهش بگو که میخوام اوکیشم ببینیم نظر. واقعا از اینا خوشتون میاد؟ چیه؟ آخه خیلی پارو میشه ها. اشکال همگیم چالش بود. اوکی. جانم. الو سلام. سلام. چطوری خوبی؟ تو خوبی؟ خط خودته؟ آره عزیزم. از این برا دیگه گفتم رو پیجم خوابیدی دایرکتم و سوراخ کردی، شاید افتخار بدم یه دیت ببینمت. با من داری اینجوری صحبت میکنی؟ آره عزیزم دقیقا با خودت. چی رو تو خود فکر میکنی؟ مگه پیگیر من نبودی؟ ای میگفتی بیا ببینمه. گیر چیه؟ من اصلا سلیقه‌ام نیستی ولی جدی. حالا کلا یه سری پیام رد و بدل شده. من سلیقه‌ام نچراله. تو خیلی عمل داری عزیزم. من کلا یه سیسی ژل لب دارم، کجا عمل دارم؟ همه همینو میگن دیگه. آقا یه چالش بودش. خب اگه نشار دوست داری چرا پلنگا رو فالو میکنی؟ من اوپال زیاد میرم ولی همه خریده‌ها میرم بازار بزرگ انجام میدم. واقعا فکر کردی من اصلا واقعا لذت بردم. لطفاً تویی که بهت زنگ زد بیا پیرین. جدی دمت گرم. خوب ریدی بهش. تو که اینقدر پیگیر من بودی چرا صفحه میذارین؟ صفحه همینه که هست. بعدی. تو رو خدا یکم مارم نگاه کن. بالا چیه که کلن چشمتو دوختی به اون بالا؟ یه نگاهی به پایین بنداز. ما بدبخت بیچاره‌هارم ببین. اذیت نکن. بعد فقط درسته که آهنگ کم چی داره نمیدونم بیس داره، حالا هر چی که هست تو قرار نیست از روش کلن خودتو بزنی داغون کنی. نکن. ما دوست داریم، از پیش ما نرو. یکم پایینم نگاه کن لطفا. ویدیوی بعدی هیچ. من با کی سرت گرم شده بشم بگو تو هم دلت برام تنگ شده رفتی با کی جور شدی کی الان چه افتاده مثل من پشتده. خدایی قیافش خوبه. هرچند اگه بذار ببینم عملم باشه ژلملی هم باشه ولی خب قیافش شد. ولی خب همه چیزش خوب بود، داشت از وسط تا میشد. بچه من نمیدونم. بیایم بگین تو کامنت ها خدا آیا اینجور این سبک ویدیو رو دوست دارین یا نه. بگین دیگه، من الکی وقت خودم رو نذارم. بگین میخوام خانوادمن
بگین میخوایم خانوادمون بزرگتر شه. نمیدونم، دور همین فیض ببریم، کیف کنیم دیگه. حالا با من کنار بیاین، منو دوستم داشته باشین، اذیتم نکنین، منو دور نندازین. بریم ویدیو بعدی. دستاتو بده به من، چشماتو ببند، تا نگفتم باز نکن، همراه من بیا. به پای هم منفجر شدی. خیلی خوب. 5 قدم برو جلو، تنها چشاتو باز کن. آخه یه لحظه بینش ما یه وقفه ایجاد کنیم. مرده که یه مضحک. آخه واقعا 5 قدم راه بود دیگه. یعنی این کور بودی دختره ندید؟ وقت اینجا میشه اشاره ریز کرد به وقتی پول چشاتو کور میکنه. وقتی یه جوری باشه منم کورم، منم نمیبینم جلوم دریاچه است، این چی میخواد به من نشون بده، منم نمیبینم. حق داره. بعدی چطوره؟ خیلی خوشگله. اینجا رو به خاطر تو من پیدا کردم. میبینی؟ ولی به کسی نشونش نمیدادی بهتر بودا. 2 تایی میرفتین اونجا بریم پای مرغابیا رو بهت نشون بدم. بیا. شبی که ماه کامل شده من که تو گوشیم جا نشد، با تبلت دیدم. حق ما رو خورده. هر کی حقش خورده شده تو کامنت بهم بگه. لعنتی. این حداقل 2 تاش کارخونه زیر دستشه. کاله، میهن، پگاه هم شاید. با برم تحقیق کنم. اساتید به نظرتون چی شده اینجوری؟ یا امامزاده صالح. این چرا یه جوری بود؟ بعد یه بار دیگه ببینیم. ما راضی نیستیم تو بایپاد بخوای خودت اذیت کنی، برای ما برقصی دیگه. ولی خب خیلی عجیب بود. در وصف این چیزی ندارم بگم جز این که پیچ و تاب افتاده واقعا تو بدنش. چی میخواد؟ شویه رو آدم مرسی دیگه. میدونم بی نمک بودن از خودتونه، قربونتون برم. چی میگم به خدا در وصف اینا. بعد برم از قبل من بشینم این ویدیوها رو نگاه کنم، بعد کلی روشون فکر کنم اینو چی بگم اونو چی بگم. نیام اینجوری بشینم جلو شما برای اولین بار دارم ویدیو رو میبینم بعد هیچی هم ندارم بگم. ولی خب دیگه شوگر خواستیم، بنده در خدمتم. 100 بزنین به کارتم شماره شوگر رو بهتون بدم. پلنگ واقعی. بابا ایشون کی باشم؟ عزیزم خوشم اون منظورش چاک دیگه است. شاید یه جا دیگه رو میخواسته این حجم تو ژل بزنی. خدای من چندشم میشه اینا رو میبینم. پسرا چجوری با اینا دوست میشید بعد این اتفاق لب و لوچه پیش میاد، اونم با این حجم. خفه نمیشین؟ راه تنفستون بند نمیاد. حالا قورتش که نمیدن ولی خب به هر حال قبل وقتی یه جای ارزون پیدا میکنی میری ژل میزنی همین میشه. نگاه کن چی کار کردن. چی بید؟ چی شد؟ بله بچه ها من کرمانی هستم. اینم لهجه زیبای کرمانی. ولی خب قبلش قشنگتر بود به خدای. بعدش چی بود؟ من یاد پشت مرغ افتادم. مگه دیدی؟ بله. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. بچه ها من متوجه نشدم چی گفت.
یه بار دیگه ببینیم. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. ایرانی نیست نه؟ ولی خب آبجی تو چرا این شکلی ناخونم گذاشته لعنتی؟ بعد من فکر نکنی اینا دوست ندارم، پول ندارم. نه جدی خوشم نمیاد، ولی خب چه رنگ قشنگی هم زاده بی شرف. ولی خب داداشم شما هم جای خواهر ما اونو یه کمی آوردی پایین تر، با روح و روانمون بازی میکردی، خیلی بهتر نبود؟ Tiki 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 tak tak tak. Tiki 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 tak tak tak. Часики идут, часики идут, часики минуты берегут. ما هم از این دوستا داریم، دوستشون هم داریم. ولی خب یه بار دیگه ببینیمش. نه یه بار دیگه نه، ولش کن، پرو میشم دیگه. ولی خب خیلی خوب بود، بنده خدا داشت گریه میکرد، بعد دوستش چرا میخندید و نفهمیدم. کسی که متوجه شد یه ترجمه برا ما بزنه. ولی خب از خدا میخوام که همین حجم خیر و برکت بریزه تو زندگیتون، هم دخترها هم پسرها. چون میدونم هم دخترها دوست دارن برای خودشون، هم پسرها هم دوست دارن برای دوست دخترشون. خدا به همه بده، به ما هم بده. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم دوست داشته باشید. بپذیرید از من لطفاً، خواهش میکنم. دوستتون دارم. دیگه ویدیوی بعدی رو که میذارم بیام باهاتون صحبت کنم، دوست دارم این ویدیو رو ترکونده باشید. همینجور لایک و کامنت پشت سر هم. میدونم خیلی حرف زدم دیگه، بی نمک بودنم حدی داره. من دیگه شورشو در آوردم، خیلی هم با نمکم. هر کی میگه نه بیا چک. خب تا ویدیوی بعدی، بای.